سلام علیکم برادران، در کانال ما داشتن فراموش نکنید کانال ما در یوتیوب دوستانی الله می باشد. تشکیل شما پیشروی ماست. ملک الموت را خداوند سفارش می دهد. ملک الموت، من بقی من خلقی، در روی زمین کی ماند؟ از موجودهای زنده کی ماند؟ حضرت ملک الموت می گفته است پروردگارا، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، این سه ملائک و این بنده ضعیف تو ملک الموت در حیات هستند. خداوند می گفته است ملک الموت، قبض ارواح این سه ملائک مقرب را انجام بده. می آمده است حضرت جبرائیل میگوید در سجده هست با 600 قناتی که دارد که هر قنات او دنیا را چپه میکند، قوت دارد. نزد جبرائیل می آمده است، می گفته است برادر جبرائیل، خدا امر کرد که جان تو را ما قبض کنیم. و حضرت ملک الموت میگه نزدیک به جبرائیل می آید، مثل برادر را آغوش میگیرد و او را در آغوش میکشد و جان او را قبض میکند. نزد میکائیل می آید، نزد اسرافیل می آید، هر سه اینها را جانشان را قبض میکند. باز نزد خدای خود میگه حاضر می شود. خداوند می گفته است من بقی من خلقی یا ملک الموت، کی ماند؟ باز کی ماند در روی زمین؟ می گفته است العبد الضعیف ملک الموت، یگانه در روی زمین، یگانه موجود زنده ای که در روی زمین است این همون بنده ضعیف تو ملک الموت است. خلاص خداوند می گفته است ملک الموت، آیا تو سخنی مرا نشنیده ای؟ من گفته بودم کل نفس ذائقة الموت، همه باید که لذت مرگ را بچشد و تو هم از جمله اونها هستی. رو مر. حضرت میگوید به بعضی روایت ها می آید بین جنت و بین دوزخ و جان خود را میگد خود قبض میکند و چنان میگد برای او مشکل می افتد، چنان یک نعره میزند، چنان یک صدای میزند که کتاب مفسر قرآن میگوید اگر همان زمان یک موجود زنده میشد، هر آینه باز از این داد و فریاد حضرت ملک الموت جان دوباره رو میدید، هلاک دوباره رو میچشید. اگر دانستم این سختی مرگ و مردم کردم این کار آسان. گفته حضرت مولوی در کتاب خودش ذکر میکند که حضرت میگفته است اگر میدانستم که شدت مرگ، سختی مرگ اینقدر مشکلات دارد، هر آینه به مردم یک مهربانی خدا روا میدیدم.